اسم استقلال رو بابا انتخاب کردن. تا جایی که من میدونم، خب من که نبودم اون موقع، آره. ولی تا جایی که میدونم بله، بابای من به همراه جناب آقای آتشی اسم استقلال انتخاب کردن و این میشه که منصور پورحیدری میشه پدر استقلال. خیلی چیزا رو به خاطر استقلال، ماشین، خونه، همه رو فروخت به خاطر عشقش. این واقعا نشون میده که عاشق. اون موقع خب ما متوجه میشدیم، ولی بعد مرگش خیلی بیشتر متوجه شدیم این قضیه که چقدر عاشق استقلال. مهمتر از همه این که تیم ملی رو ول کرد به خاطر استقلال. 80 بود فکر کنم بازی الاتحاد و استقلال. در من برادرم همیشه فوتبال میدید میشست پاشو تکون میداد ناخن میخورد، منم کنارش استرس داشتیم دیگه. همیشه اون موقع یادمه از 8 9 سالگی به بعد یاده همش بازیای بابام با استرس نگاه می‌کردیم. الاتحاد و استقلال بازی داشتن، فکر کنم می‌بردن میرفتن تو 4 تا یا مساوی می‌کردن، یکی چقدر بودن یا یکی بودن. دقیقه 92 نیک وقت واحدی با هد دقیقاً صحنه گل یادمه، گل که زد دقیقه 92.